دلمراد روزیف ساکن ناحیه قبادیان بعد 4.5 سال حبس طبق قانون عفو آزاد شد. دلمراد برای فروش مواد مخدر پس پنجره رفت. 3 ماه پیش که آزاد شد در فکر آن بود که چگونه زندگی خانواده 6 نفره را میچرخاند. بعد پرسجو در یک مغازه در ناحیه جای کار پیدا کرد. اوز خواجگی دهخانه همین زمینا دا کیش کرده گیان کارو قید نیستن یا صاحبی همین مغازین دا کار کردیم هم مغازین دا یکنی ما بیکار بودم. من گفتم خیلی زندگی را پیش بردن در کار. بعد گفتن که هم خیلی چی تشکیل دستکی دولت یاردم میکنم. بعد خیلی رفت مراجعت کردم این رئیس را. فریدون کریموی 28 ساله 9 سال عمرش را در زندان گذرانده است. برای دزدی و جلب نابالغان به دزدی حبس شده بود. فریدون برای توی عروسیش آمادگی دارد. بعد آزاد شدن در خواجگی کشاورزی به کار شروع کرد و 450 سامانی میگیرد. بعد اومدن من زندان در اونجا یک شغل اولی و چیزی دولتی است و اونجا رفتم کار منتظم میکردن و کار یک بار کمک پولی گرفتیم و 2 بار دیگر انشاءالله میتونم. محبوسان سابق میگویند برایشان پیدا کردن جای کار مشکل است و نه همه آنها بعد بیرون آمدن از زندان راه زندگی را به آسانی پیدا میکنند. دادستان ولایت ختلان میگوید که در 3 ماه اخیر 15 محبوس سابق بعد عفو دیگر بار جنایت کرده به زندان برگشتند. کارشناسان سبب این را در نبودن شرایط و جای کار موافق میدانند. از 1800 نفری که در ولایت ختلان طبق قانون عفو آزاد شدند، تنها 27 نفر و مقامات با جای کار تامین نمودند. ما طبقه آسیب پذیر که هستند ما با کارخانه و تشکیلات رو فهماندیم که آنها رو هم از جهت مادی و از جهت معنوی آنها رو به کار تامین کنند. جامعه شناسان میگویند اکثریت محبوسان سابق در آزادی عادت نکردند و از نگاه جامعه هراس دارند. باید بگیم که آنها چون در محبس اصلاح شدن میتوانند که آنها شاید دیگر به همون کاری که دست داده بودند دیگر اصلا دست نزنند چون پاداشی کشیده خش را گرفته‌اند. لیکن هرچند آنها باور دارند که همین گونه کارها را دوباره تکرار نمیکنند و میخواهند که کار پیدا کنند برای ریسک زندگی خود را پیش برند مبلغ دریافت کنند، اما از طرف کارفرماها به بیشتر آنها یا که به اکثر آنها باوری خیلی کم است. سازمان هایی که با سابق محبوسان کار میکنند میگویند مناسبت مردم باوری نداشتن به آنها و مشکل در تهیه سند از مانع های بازگشت زندانیان سابق به زندگی معمولی است. مقامات نیز این را تصدیق میکنند و میگویند که پیدا کردن جای کار برای آنها دشوار است. 31 نفر شهروندانی که خودشان آمدن ما در قید گرفتیم.